سلام بچه‌ها، امیدوارم روز عالی رو تا به امروز سپری کرده باشید. امروز اومدیم با آموزش بافت تیغ ماهی. خب ما برای انجام این بافت اول باید روی موی طبیعی ژل واکس رو بزنیم و حتما شونه باید بکنیم، چون اگر شونه نکنیم شوره میزنه و بافت ما خراب میشه. خب ما در ابتدا میایم باف رو به 2 قسمت تقسیم بندی میکنیم. اگر این باف رو برای مجالس عروسی یا جشن میخواید میتونید شل ببافید. از قسمت سمت چپ یه مقدار مو رو میدیم سمت راست و از سمت راست مو رو میدیم سمت چپ و همینطور این باف رو تا آخر میتونیم ادامه بدیم یا اینکه همون وسط ول کنیم که میشه مثل یه شینیون. که در آخر میتونید این باف رو با کش 40 گیس ببندید. اگر از این ویدیو خوشتون اومد لایک و سابسکرایب یادتون نره تا ویدیوهای بعدی همراهمون باشید.